هر فرد مسلمان در خانهش یالکه میکند، یالکه را با چراغک های سالی نوی زینت میتید. آیا درست است یا نه؟ از نظر اسلام این حرام است، درست نیست. این ملت فروشی است، این دین فروشی است، این قبول کردنی آیین یک دین دیگر است، این مغلوب شدن در پیش مدنیت مسیحی ها. بنابراین کسانی که در خانه هاشان یالکه میکنند اگر نادانسته کرده باشند خوب در پیشگاه خدا شاید یک عذر داشته باشند. البته که نادانی در اسلام عذر نیست، لیکن بعد از شنیدن با یالکه کنند، اگر هوای حلال دانند، اگر از همون یالکه تبرک جویند، از دین خارج میشوند. قومای عزیز، این کار میکنه شما را خدا مسلمان آفریده است. او یالکه اگر عمر دراز میکرد، او یالکه اگر حیات سبز و خرم میکرد، مسیحی ها را میکرد تا چی در باطلاقی بد اخلاقی اوتیده رفتی سازید. بنابراین این کار نکنید، این حرام است. من خوف آن دارم که کننده این کار از ایمان خارج میشود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من تشبه بقوم فهو منهم، کسی خوش به یک قوم مانند میکنانه او هم از همون طایفه حساب میشود. سلام برادران، اینا سنوار معلومه که ویدیو ما دویم برای گذاشتن گرنس پیشین گرنس چیزی که وعده کرده که توخی سر هم این گوشت را کامفورت پلوس بکنیم. برادران در این پایین ویدیو نمره یکم میبره زنگ بزنین. از تنی واپس توسط تلفن ای برادران میتونه که زنگ بزنید در نمره یکم جوی خطونه ایش گل کنید. هم سر هم بگه رس بریم انا یک نه ماشین مایدو چون مثلا از دلی برای زنکورا روزای جمعه با عبیزت نظام زنی برای پست کاسه جوی خطونه گل کنید. این طرف ما با اطلاع اگه کامودی میشود در نمره یکم زنگ زنید ما سپراید میکنیم. خود کدام شخصیتی هستیم که با خود الو میبریم سوق سلامت میاریم. بچه‌ها گرنس سکرچی میریم به اگه مخافه اگه پروژه تلفن یکم چیز نداره، فقط زنگ بزنید به سپارش فرتن لوبوی سوار یکی شوی دی شوی бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. برای چی قومای عزیز مسیحی ها یا یهودی ها عید رمضان و قربان شما رو پیشواز نمیگیرند؟ برای چی اونها موسم حج شما رو پیشواز نمیگیرند؟ اما ما تا مسلمان ها باشیم همه عیدای مسیحی ها رو پیشواز میگیریم. از سال نو سر کرده و هشتم مارس سر کرده و یکم مای سر کرده همش پیشواز میگیریم. این نشانی مغلوب شدن ما در نزد اونها. حضرت علامه اقبال میگوید که پشت پازم تحت کیکاووس را سرگیر از دست بده ناموس را. حالا که باید به ما هیچی ندادیم، هر چیزی که داشتیم اونها گرفتن. اما این روز بخواهند دین ما نمگیرن، عادتهای عرف و عادتهای خشن بالای ما دوبار کرستادیم بزود. حضرت علامه میگوید که برای خاطر دین و ایمان و پادشاهی هم که به شما تیار دشمنای خدا قبول نکنه، پشت پا زنه، اما ایمانتان از دست ندید. بنابراین پدرای عزیز نگذارید دختراتان یا بچه‌هاتان در خانه‌های کار کنند. از دست روی یالکه والله هیچی نمی‌بیاد. این مصیبت استاد با دست روی یالکه تا ساعت 12 میشینند، با پیشواند شمپان و قبرستان و گورستان میمونند. برای نماز گفتن تا ساعت 8 موسیقیدار ما تاسیکم میشن اذان بگو بعدش همین شام بخواد چهار رکعت وقت ناگذاشته تکبیر گفته بخوانه. اما تا ساعت 12 زنگ مسکو برآمده میشینن در گرد یالکه، گویا که عیسی آمد و به این عمرش دران سرش دستمان روی. بنابراین این کارا رو نکنید تا حرام هستیم. این ملت فروشی است، این دین فروشی است، این دور شدن از اسلام است. که توی ما و شما هم که در یک سالی نو در هر خانه مسلمان شرم ناکده قید میگیرن، مثل همان بود پرستا هم چیکار کردن؟ این گونه توی داشتن. من راستی بار از یک جواب برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم
لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جواب داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سال نو، قید گرفتن سال نو. ما با حکومتدارا و با مکتبها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست. این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارن، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، اینا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش، اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. کودک‌هایی که از پیشاب تنقیصی میکشند و تیز پیشاب میکنند، پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستیت اونوریوز رو توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی رو حل کنید. سلام دوستان، بسیاری شما از پروستاتیت تنقیصی میکشیده. مرحمت برادرها، با شما توصیه میتونم پلناتسین کورس لیشینی برای پروستاتیت. ان که هم مردونگی با خود میکنه، همچنین ژلانی هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده، معده، قد رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوس ماسین، 2 دانه روغن خیلبا، 1 تا قیصل هندی، 2 پاچکا فیتوسویچا. غیر از این، شرکت شفافرما برای شما حجامه به پول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد، هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. لیکن من به شما همین قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری به 100 زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاصی آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم، کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است. این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود، شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگه اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین، با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نه، به دست هم نه، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگر چند تلخ است. گفتم پیغمبر محبان خورده صد سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری را، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگه دی سگ ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگ ها دارند او او. این کاروان ها رفتن میگیرن، سگ ها جکیدن میگیرن. این یکی سگ از سگ های خداست. ابو هریره که ما به نهایت نام این حضرت را زیاد میگیریم، نام اساسیش
در زمانهای جاهلیت میگوید عبدالشمس نام داشت. عبدالشمس، شمس گفته آفتاب میگویند، یعنی بنده شمس. اون زمانهای جاهلیت کی بود؟ عبدالعزا میماندن، بنده بوت. همون بوتهایی که بودن همون به نامهای همونها میماندن، یعنی از خدا و از آخرت که درکدار نبودن. این گونه نامهای میماندن که یعنی فقط به همون خداهای خودشان چی بود؟ روانه بود. این ابو هریره در دوره های جاهلیت عبدالشمس نام داشت، بنده آفتاب. رسول اکرم وقتی که ایمان آوردن، یعنی سال 7 هجرت بود که ایمان آوردن. وقتی ایمان آوردن پرسیدن که تو چی نام داری؟ گفت من عبدالشمس نام دارم. گفت تو عبدالشمس نیستی، تو نامت عبدالرحمن است. رسول اکرم نام ابو هریره را به عبدالرحمن تغییر دادند. عبدالرحمن ابن صخرین، پدرشان صخر نام داشت و خودشان عبدالرحمن نام داشتند. چرا کنیت ابو هریره داشتند؟ اصلا رسول اکرم را ابو هریره نمیگفت، بلکه ابو هر میگفت، زیرا هر این مذکر است، هریرهش مؤنث است. یعنی ابو هر گفته فریاد میزد. کسی ابو هریرهش میگفت که مرا پیغمبر خدا ابو هر گفتند، از این خاطر ابو هر گوید مرا. و این نام از کجا پیدا شد؟ میگوید در آوان جوانیش این ابو هریره با پیشیک بسیار بازی میکرده است و گربه را به نهایت دوست میداشته است. این لقب، این کنیتش از جوانیش بوده است، یعنی بسیار که محبوب همین گربه کی بوده است. از این خاطر رفیقایی که همراه خود داشت با همین کنیت ابو هریره گفته آمده، حتی که دوره اسلام هم که آورد این لقبش گم نشد، بلکه ابو هریره باقی ماند. ابو هریره یکی از نفرهایی هست که ابن جوزی میگوید که در بین تمام صحابه ها یگانه ابو هریره حدیث زیاد حفظ میدانست و روایت کرده است. 5374 حدیث را ابو هریره روایت کردگی هستند. همه این از زیاد میدانستند. میگوید که سبب بسیار دانستن این حدیث های من در چی سبب بود؟ من شب و روز همراه پیغمبر بودم. من از اهل صفه بودم. اهل صفه گفته دائم در همون مسجد پیغمبر خدا نشسته بودند. اونها هیچگاه از مسجد جدا نمی شدند. هر صدقه که با پیغمبر کی می آمد، رسول اکرم که صدقه را کی نمی خورد به اهل صفه می داد. یعنی امان ابو هریره شون همراه چند شیخای دیگر که 40 یا 45 تا 70 می گویند بودن، همون شیر را چکار میکردن؟ میخوردن. از سبب دانستن من میگوید زیاد حدیث این است که با پیغمبر خدا بودم، من کار دنیا نمیکردم. دیگر سببش این بود که ابو هریره نه زن داشت نه فرزند، بی زن و بی فرزند بودن. چنان حضرت محب پیغمبر بودن که میگوید چنان پیغمبر را دوست میداشتم که در رگ و در خونم محبتش چسبیده بود. از چهره پیغمبر میگوید هیچگاه سیر نمیکردم. 1 ساعت از پیغمبر جدا میشدم گویا که قیامت بر بالای من آمده باشد. نمیتونستم از پیغمبر جدا شدم. هر روز وظیفه میگد این بود که 12000 بار استغفرالله میگفتم. 12000 بار. یک رشته دراز داشت، میگوید که 1000 گره داشت، مثل تسبیح های امروزه ما و شما. استغفرالله 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 میگفتم. پروردگارا به سوی تو توبه کردیم، به سوی تو توبه کردیم. شب میگوید آن شب برای من حرام بود که اگر با این رشته خود 1000 بار سبحان الله نمیگفتم. پاک هستی تو ای پروردگار. پاکی پروردگارا میگفتم، بعدا سرم میماندم خواب میکردم. این گونه محبوب خدا بودن. انا همین است سببهای ابو هریره بودنش. میگوید یک مادر سال خورده داشتند، بسیار مادر پیرانسال بود. چند بار دعوت میکردن، اسلام نمی آورد. بار میگوید ابو هریره میگوید وقتی دعوت کردم که مادر اسلام بیار، با محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شو، میگوید چنان یک سخن ناسزای در حق محمد گفت که دیگر طاقت نکردم. از جایم خیستم، گریان به نزد رسول اکرم آمدم. گفتم ای پیغمبر، اگر دیگر نفر این سخن را میگفت و را پاره پاره میکردم.
لیکن مادری من در شأن تو چنان سخنی قبیحی گفت که من دیگر طاقت کردن نتانستم، خانه رو ترک کردم. یا در حقش دعا میکنی خدا هدایتش کند یا دیگر اون خانه من نمیرم. رسول اکرم دست برداشتن گفتم پروردگارا مادر ابو هریره را اسلام عزت ببخش. آمین گفتن. ابو هریره میگوید گشته آمدم، نگاه میکنم که دروازه محکم است و شرشر آب میآید، ریختن آب. یعنی آدم وقتی نو مسلمان شود باید که غسل کند، باید آبازی کند. میگوید آواز آب میآمد، دروازه را تق تق کردم، در آمدم. گفت ابو هریره نزدیکتر نیا که من برهنه هستم، من آبازی کرده ایستادم. وقتی وای میگوید آبازی کرد، لباسهاش که در بر کرد، وقتی مرا دیدن برابر گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زمانی میگوید ایمان و اسلام در وجود مادر من تأثیر کرد. در پیش مادر میگه چگونه که یک لحظه پیش از سخن قبیح او گریه میکردم، این زمان چنان یک اشک شادی از چشم میریخت که گویا که فرزند من از دنیا گذشته باشد. اینقدر گریه مرا میگه فرا گرفت و دست مادر ما گرفته و نزد حبیب خدا آمدم. گفتم پیغمبر خدا بشارت باد که مادر ابو هریره ایمان آورد. دست برداشت گفت پروردگارا محبت ابو هریره مادر ابو هریره را و فرزند او را در دل تمام امتان من محبتش را جایگیر کن. گفته و آمین کردند. امروز تمام دنیا مادر ابو هریره و خود ابو هریره را دوست می‌دارند و احترام میکنند. سوال ها است. السلام علیکم اکای حاجی داملا عزیز و محترم. ما یک گروه اخلاصمندان شما از ناحیه کلخوزآباد اول از خدای متعال برای شما تنصیحتی و سلامتی نیک و حفظ شما و شما بر اینها را از کل بدخواهان میخواهیم. آمین. بعدا ثبت های شما را بر دوام به صبرانه انتظاریم. اکای داملا ما در کسیت 49 شما را در باب نکاح درباره بعض چیزها فهمیدیم. من گفتنیم که من از ناحیه آرجانکیزآباد زنگ گرفتم. در عین نکاح در پشت من سوزن سخت میکردند. اگر این عمل ناجایز باشد من از سر نو نکاح کنم یا نه؟ با احترام مخلص شما. این سوزن زدنم یک نوع بدعت است، یک نوع خرافات ها هستند. اینا از اسلام ما نیستند، مگر که اینا عرف و عادت همین مردم ما شدند که در پشت همان بچه را که نکاح میکنید سوزن میزنید. این هم هیچ معنی ندارد. نکردن هزارها بار افضل و بهتر است. لیکن این برادر در نکاحش ضرر زیان نه آمده است. یعنی این باید از سر نکاح نکند، بلکه امروز مادامی که دانست و فهمید بر دیگر برادرهایش تبلیغ کند که این عمل عملی نادرست است. باید که ما این عمل را ترک کنیم. اکای داملا التماس با این سوالهای من باز جواب گویید. بعضی آدمان 4 رکعت سنت پیشین را در خانه میخوانند و 4 رکعت فرض را در مسجد خوانده، بعدا باز 2 رکعت سنت را در خانه میخوانند. همین آدمانی که همین خیل نماز میخوانند خانهشان از مسجد 300-400 متر دور میباشد. آیا این عمل درست است یا نه؟ البته اگر سنت ها را ما و شما در خانه خوانیم خودش سنت است. زیرا رسول اکرم حدیث های مبارکش است که شما خانه هاتان به قبرستان مبدل نکنید. مقصد که یعنی در خانه هاتان نمازهای سنت خوانید، نمازهای نافله را در خانه خوانید و آمده فرض در نماز در مسجد جماعت کنید. این حدیث پیغمبر خداست. اگر مبادا که کدام برادری که در مسجد هم که اگر سنت چه خواند، این غلط هم نیست، این نادرست هم نیست. لیکن اگر رفته و در خانه‌ش هم که خواند، این افضل‌تر است و یا باید ما و شما ملامت نکنیم. این خوب است. شما میتونین حتی در همین مسئله های فقه حنفی، اینا مثلا گوری میری را تماشا کنین، میگوید که سنت بامداد باید در خانه خوانده شود. اگر مبادای در خانه خوانده نشد، در راه خوانینش، در راه نشد بیرون مسجد خوانین، بیرون مسجد نشد پس یک استون مسجد خوانین، تا که در صف شما سنت نخوانین. های اندازه تأکیدها آمدگی است. یعنی در خانه ما و شما نماز که خوانیم، تمام جین و دیگرها از خانه ما و شما دور می شود با سبب نماز خواندن ما و شما.
تقدیر چیست؟ انشاءالله اینجا تقدیر در سوال کردن، من جمعه آینده در باب تقدیر با شما صحبت میکنم. چهارم، ختم خوجه چی درجه دارد و ختم قرآن چی درجه دارد. یعنی بغیر تقدیر 4 سوال کردن، 3 سوالش جواب میگیم. سوال یک سوالش که در باب تقدیر است، جمعه آینده انشاءالله من جوابش میگم. ختم خوجه و ختم قرآن. البته ختم قرآن از ختم خوجه دیده افضلتر و بهترتر است. ختم خوجه را خدا رحمت کند استاد ما بابای ملا شریف که همه شما میشناسید، امون حضرت در همین محله ما ختم خوجه نمیکردن. مرحمت همون سفیدای محله وجود دارند. میگو مادامی که همین ختمه که بجا آوردن میتوانند و برای ختم خوجه که مردم زیاد در کار است و مردم سوره علم نشرح را نمیدانند، سوره قل هو الله را درست خواندن، سوره اخلاص را درست خواندن نمیتوانند، از این خاطر یک نفر آدم همین سوره تبارک خواند، 3 بار دیگه از پسش سوره اخلاص خواند، دعا کند، بس کفایت میکند. این افضلتر است میگفتند. از این خاطر ما هم که پیروای ایشان هستیم، شاگردای ایشان هستیم و در همه جا میگویم که ختم همین سوره تبارک خوانین، 3 بار سوره اخلاص خوانین، این بهتر افضلتر است. همین هم شخص خواند که قرآن گذراندگی باشد. آدمی قرآن ناگذرانده باشد و چی خود گناهکار میشود، چی شنونده ها گناهکار میشود. سوال دراز. انشاءالله اینجا یک چند سوالای تعجیلی هم آمده است برادرای عزیز. ما اینها را جواب شد جمعه آینده خدا خواسته باشد با سوال جواب میکنیم، زیرا من اکثری سوالهایی که خیلی مهم بودند، چی در باب اسراف بود، چی در باب معرکه های